دوباره روبروش. حالا اینا رو به چند قسمت تقسیم میکنم. اینا رو برمی‌دارم از اینجا. اینا جدا نمیشن اصلا؟ نه نگاه کن، 1 2 میای کنار هم سرشو قفل. این بگیرم. ببین نگاه کن، 1 2 هم میتونی اینجوری بذاری بمونه. خب این میشه یه مدل، این میشه یه مدل، ولی من جمعش میکنم اینجوری. اینو میدم زیر. چون حافظه نمیسید بعدم از من این استارت میفرسته کنم خیلی اتون بده. 1 2 اون خمیر رو میخوام خیلی ماساژ نده، شل میشه. این نون بریوشه دیگه نه؟ بریوش. بریوش انواع فیلم دارم میگیرم بخوام بکنم. انواع شکلا رو داره. شکلای ساده داره، توی نان توست داره، ولی من میام این مدلی درست میکنم. این خب یه زیبایی خاصی داره. یه خود زحمت داره ولی در عوض خیلی خوشگل میشه بعد از